نام من عبدالله متیبران است. 43 سال هستم. من از یک شهر کوچک ایالات متحده امریکا هستم که در شیکاگوی شمالی موقعیت داره. 20 سال میشه که مسلمان شدم از 1995 و بسیار با خانواده خود صمیمی بودم و تا هنوزم هستم. وقت شامل پنتون شدم با یک زن مسلمان آشنا شدم. او در حین ساختمان رهایشی لیلیه که ما بودم زندگی میکرد. او از کویت بود. راستش یک دیگه خود زیاد میدیدم و پیش از آن معلومات کافی درباره اسلام نداشتم. قبل از دیدن او درباره اسلام هیچ فکر نکرده بودم. حتی یگان مورد با معنا تا آن زمان درباره اسلام و مسلمانان نشنیده بودم. شما در خبرها میبینن که فلان کشور چنین کرد یا عرب ها چنین کردن. شما شاید یگان چیز خوب درباره اسلام و مسلمانان شنیده باشن، اما من یگان مورد اساسی و پرمعنی را به یاد نمیارم. من واقعا علاقه‌مند اسلام و ایزان شدم. پس در آن زمان ما اکثرا همدیگر را میدیدیم. گفتگو را با مسلمانای دیگه ادامه دادم و همچنان بعضی چیزها را درباره اسلام مطالعه کردم. 4 سال درباره اسلام مطالعه کردم. در این 4 سال چیزی که واقعا مرا مجلوب اسلام کرد گفتگو با مسلمانا و مطالعه بود. فقط دوست دخترم نقش نداشت. عقیده وجود داره که مسلمانا با غیر مسلمانا عروسی کردن نمیتونن، پس به همین خاطر دوست دخترم عروسی کردن نمیتونست. اما برای من به عنوان یک مرد مهم نبود که به کدام دین معتقد هستم. پس من 4 سال سعی و تلاش کردم که درک کردن او برای من بسیار مشکل بود. به خاطر به من یاد داده شده اگر کسی را پسندیدم باید همراهش عروسی کنم و نسبت به هم صمیمی باشم. پس با خود گفتم از مکتب فارغ شدم و تحصیلات عالی خود به اتمام رساندم. حالا اگر از این حالت خارج شوم، با آنکه مدرک طب روانی یا مدرک روانشناسی دارم و تقریبا مدرک طب فیزیکی خود دریافت میکنم، من نیاز دارم تا تعادل بین این دو حالت و حالت روحی خود برقرار کنم. من نیاز دارم تا مسلمان شوم، به خاطر که این شیوه زندگی به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته میفهمم که صحیح ترین روش زندگی میباشد. حتی به حیوانات ارزش میتن. مردم برای حیوانات دعا میکنن که این بسیار عالی است، یعنی بیشتر تعلیمات مسلمانان در چارچوب عبادت میباشه. پس این یک رابطه با خالق ما، با خدای ما است و به خاطر همه زمین ها، حیوانات و انسان ها تکامل میکنن. شما همیشه یگان چیز امتحان کرده میتونین یا شما درباره بعضی چیزا مطالعه میکنن، اما اسلام را اگر قبول کنن و زندگی خود شامل آن بسازن، براستی درک میکنن. شما باید اینو تمرین کنن. به همین خاطر من خواستم که مسلمان شوم. پس من بعد دوست دختر خود زنگ زدم و در گوشی براش گفتم که میخوایم مسلمان شوم و میخوایم اسلام قبول کنم. پس من کلمه شهادت بسیار به آسانی و یک بار خواندم. توسط موبایلی کار انجام دادم و مسلمان شدم. در 1995 دین خود تغییر دادم. پس عقیده، محبت و شیوه عروسی دیگه برام هیچ مهم نبود. یعنی تمام او ارتباط حسی است. من فراتر از او را میدیدم، به خاطر که حس میکردم اتفاق عالی‌تر در حال رخ دادن است و آن ارتباط ما با خالق ما است. بزرگترین فایده که در اسلام به من رسیده او آرامش است. مردم در زندگیشان نیاز به آرامش دارند. دوباره میگم آرامشی که اسلام به ما داده وصف ناشدنی است. من فکر میکنم با گذر هر سال مردم بیشتر و بیشتر نیازمند میشن. کشمکش جهان در حال زیاد شدن است. به طور مثال اگر در مورد خانواده خود بگم، جایگاه مادر در اسلام و ای که مادر چقدر مهم است، به خاطر که مادران ما حتی قبل از اینکه به دنیا بیاییم 9 ماه از ما نگهداری میکنن، تقریبا 9 ماه. پس بگمان ما کارایی که انجام میتم با مادر خود شفقت و احترام میرسانم. ای میان شما و خالق شما است، هیچ کسی بین شما نیست. و گفتم این میان شما و خالق شما است، هیچ کسی بین شما نیست. این یک رابطه مستقیم است. پس از این رابطه استفاده کنین. خداوند به ما یک سازمان و یک مقام طبیعی را با این رابطه داده. پس فراموش نکنین
مثل رابطه که با والدین خود داره، ما از اونا با وجود آمدیم و نسبت به اونا احساس داریم و میفهمین که این راست است. میفهمین که شما والدینتان بدون کدام دلیل دوست دارن و آنها تا جایی که بتانن متوجه شما می باشن. خالق شما نیز همین قسم است. خالق ما از ما حفاظت میکنه. اگر خالقتان یاد کنن، صدایتان به زودترین فرصت میشنوه که شما حتی تصور کردن نمیتونن.